نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادیро مستقیما پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز 9 آگوست است و من شالوگل خوجا اخبار و گزارش‌های مهم رو معرفی می‌کنم. سرخط موضوعهای برنامه: تاجیکستان ایران را با سرمایه‌گذاری کشتارهای پرسر و صدا متهم کرد. سفارت ایران ادعاها را توهین و دروغ نامید. پند جدی می‌دهیم: تهدید کره شمالی برای حمله به پایگاه آمریکا در گوام. و داستان جفت‌های نابینای خوشبخت در ولایت ختلان. با پیشرفت علم و تکنیک یافتن همسر برای نابینایان آسان‌تر شد. اول صدایش رو شنیدم و من صدایش اول محبوب شد. من گفتم این به نهایت صدای خوب و مرغوله‌دار خیلی به من معقول است. من میخوام. وزارت امور داخلی تاجیکستان شام 8 آگوست در یک فیلم مستند ایران را در سرمایه‌گذاری قتل چندین چهره سرشناس و روشنفکر تاجیک در سالهای 90 متهم کرد. در این فیلم 45 دقیقه‌ای دوام می‌شود که از جمله قتل سفرعلی کنجاєв، سابق رئیس شورای عالی با پول ایران و با دستور عبدالحلیم نظرزاده معروف با نام حاجی حلیم صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی شهادت 3 گمانبر را نمایش داد که میگویند در سالهای 90 برای آموزش جنگ و استفاده سلاح یک مدت به شهرهای ایران رفته شناسنامه این کشور را داشتند. تحلیلگران میگویند این اتهامات جدی رابطه‌های دو کشور را بدتر خواهد کرد. 100% رابطه دو کشور بدتر خواهد شد، برای اینکه این فیلم مستندی که تهیه شده مصاحبه شده با چند نفر از اونهایی که درگیر این مسئله بودن در 20 سال اخیر کاملا یک طرفه است و جانب ایران درش گفته نشده که ایران واقعا چی کار داشته، دخالتی داشته و یا نداشته و تا چه حد دخالت داشته و با یک هدف این فیلم تهیه و پخش شده از تلویزیون دولتی تاجیکستان که کمک بکنه به اون اهداف دولت تاجیکستان که ایران رو یک عنصر، یک کشور نامطلوب در کشوری که دخالت میکنه در امور داخل تاجیکستان به مردم تاجیکستان نشون بده، بدون اینکه به ایران امکان رو بده که ایران هم از خودش دفاع بکنه و بگه که واقعا چی کار داشته میکرده و آیا در زمان جنگ داخلی به کدوم گروه ها به کدوم احزاب کمک میکرده و هدفش چی بوده. این هست که ما هنوز از ایران واکنش از ایران ندیدیم، ولی به احتمال زیاد ایران واکنش تندی نشون خواهد داد. کارشناسان تاجیک نیز پخش این فیلم را به سودی دو طرف نمیدونند. آنها میگویند از این اقدام تاجیکستان برمیآید که دوشنبه میخواهد اقدام‌های جدی‌تر دیگری نسبت ایران بگیرد. در حالی که مناسبت‌های تاجیکستان و ایران در سطح نه اونقدر خوب قرار دارند، نمایش دادن چنین فیلم‌ها هیچ وقت به منفعت هر دو کشور نیست. اولا اینکه در صنعت دیپلماسی استفاده از چنین معرکه ها این نشانه غرضناک بودن چنین یک معرکه است، یعنی که اون قوه‌هایی که برای نمایش گذاشتن چنین یک فیلم مستند کوشش به خرج دادن، اونا یک غرض‌های معین دارند که به منفعت تاجیکستان نیست. ایران یکی از طرف‌های صلح تاجیکان بود و چندی از چهره‌های شناخته مخالفین در این کشور پناهگاه یافته بودند. ایران در صلح تاجیکان نقش کلیدی می‌بازید و چند دور مذاکرات صلح در تهران برگزار شده است. از سوی دیگر معلوم نیست که مقامات دست داشتن حاجی حلیم را در این جرم‌ها و سرمایه‌گذاری ایران را در قتل‌های پرسر و صدا سال‌های آخر کشف کردند یا خیر. رو میاریم به موضوعهای دیگر. کره شمالی میگوید احتمال ضربه به پایگاه آمریکا در جزیره گوام رو مورد آموزش دقیق قرار داده است. در اظهارات فرماندهی نیروهای کره شمالی روز 9 آگوست پخش شد آمده است که برنامه حمله موشک‌های میانه پرواز خواسن 12 برابر اجازه رهبر دولت فعال می شود. چند ساعت پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ پخینیان را هشدار داد که از تهدید آمریکا دست بکشد. North Korea best not make any more threats to the United States. خوبتر است که کره شمالی به آمریکا دیگر تهدید نکند وگرنه به خشم و آتش روبرو می شود که در جهان دیدن نشده است. او فراتر از بیانیه معمولی تهدید می کند و آن گونه که من گفتم به خشم و آتش روبرو خواهند شد و واضح بگویم به قدرت روبرو می شوند که جهان از این پیش هیچگاه ندیده است. The likes of which this world has never seen before. Thank you.
واکنش ترامپ پاسخ به تهدید کره شمالی بود که گفته است به آمریکا پند جدی خواهد داد. تهدید کره شمالی در حال صدا داد که روز شنبه شورای امنیتی سازمان ملل متحد قطعنامه تحریم‌های نو علیه این کشور را قبول کرد. گزارش تویری سفر را تماشا می‌کنیم. ارتش کره شمالی با نشر یک بیانیه از طریق تلویزیون گفت نیروهای استراتژی اتمی و موشکی کشور برنامه پرتاب موشک به جزیره گوام را دارند که این جزیره تابع امریکاست. بیانیه را در تلویزیون دولتی کره شمالی یک زن نطاق قرائت کرد. بعد او برنده دیگری در همین تلویزیون روز 9 آگوست گفت کره شمالی آماده است در نتیجه جنگ سراسری قلمرو خود امریکا را هدف بگیرد. گوام محل یکی از پایگاه‌های مهم و اصلی امریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای انجام مأموریت‌های نظامی به حساب می‌رود. کره شمالی امریکا را همچنین متهم کرد که برای جنگ پیشگیری کننده آمادگی می‌گیرد و اگر جنگ واقعی صورت بگیرد پخینیان تمام تکیه‌گاه‌های دشمن از جمله قلمرو امریکا را محو می‌کند. تنش‌ها با کره شمالی بعد از آن اوج گرفت که پخینیان ماه‌های گذشته چند موشک پیشرفته از جمله موشک دورپرواز را آزمایش کرد. گزارش نوبتی ما از روزگار چند جفت نابینای قصه میکند که با کمک تلفن موبیل بخت خود را پیدا کردند. در گذشته برای نابینایان در تاجیکستان پیدا کردن همسر و برپا نمودن عائله مشکل بود، ولی به نظر میرسد با رشد تکنولوژی‌های نوین تا اندازه زندگی قشر این جامعه نیز رنگین‌تر شده است. تاریخچه محبت جمشید و سیاره از یک صحبت دوستانه تلفنی آغاز یافت. رقممون بر صدای شنبه اعلام کردیم. یه دو وقت پستر یا ای ناحیه دنغر رقمای ما رو دریافت کردیم، ای رادیو گرفته ما در زبانیت کردن ما همه خشینات شدیم. چند ماه بعد با هم صحبت‌های طولانی داشتند و به قول جمشید این صحبت‌ها خیلی جالب بودند. ما که روشن ضمیر هستیم ما خودمون همین با چشم دل احساس میکنیم روشن ضمیر که هستیم ما تا اونه که این بیناها میبینن ما هم خودمون هم مثل همون بیناها تصور میکنیم که ما بیناییم در همین دنیا. جمشید 33 سال دارد و میگوید نابینایان مثل او به دشواری عائله برپا میکنند و همین تماس‌های تلفنی است که چراغ امید را در دلشان منور میسازد. اول صدایش رو شنیدم و من صدایش اول محبوب شد. من گفتم این به نهایت صدای خوب و مرغوله‌دار خیلی به من معقول است. من میخوام که با تو شناس شوم. رادیو در نمرش اعلام کرد، زنگ زدم و دوستی گام میزنم، گفتم خیر. محرم دختر 11 ماهه آنها خوشبختانه میبیند. جمشید میگوید با پیدا شدن آنها بخت برایش خندید. که صداشون که میفهمم همین گویا که من همی‌ها را دیدم با چشم دیلم. جمشید و سیاره بدون کمک کسی حرکت میکنند و نگهبان کودکشان هم خودشان هستند. مادر جمشید شاهد است که چقدر پسرش برای یافتن جفت خود تلاش ورزید. لیل نوبت رفت جمشید. قشنگ شد خور رفته قطیش که صحبت کرده مادرش رهی دور 20 سال چه گفته ریزا نشیده رفت لیل نوبت. گلمراد غایبزا جوان 22 ساله دیگری نابینا نیست چون جمشید همسر آینده‌اش را از ناحیه دنغره و توسط تلفن یافت. شور محبت مرا بار اول قبول نکرد. باز پیشنهاد کردم. باز قبول نکردند. طول یک هفته من اظهار محبت خود را با تلفن با زوره و نوله ها و اینکه از پیشنهاد کردم و قبول کردن. جامعه شناسان میگویند برای تنظیم حیات عائلوی وسیله‌های نوی ارتباطی مثل تلفن و اینترنت نقشی برجسته دارند. در گذشته پیدا کردن همقدم حیات برای نابینایان یا معیوبان مشکل‌های خود را داشت و حالا رفع آنها آسان‌تر شده است.
قربانعلی قرباننظرفی 35 ساله از روشنزمیران مجرد است. وی میگوید منتظر آن است که دختری از هم تقدیرانش روز زنگ زند و تنهاییش دیگر خاتمه یابد. هم تقدیر خودم باشد با من صحبت کنه که اوله که در دل مرا فهمدی. برنامه ادامه میدیم. دادگاه در مسکو روز 8 август اخراج روزنامه‌نگار و شهروند ازبکستان را به وطنش منع کرد. علی فیروز میگوید نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا به جانش خطر تهدید میکند. با وجود آنکه مقامات روسیه از این پیشتر به درخواست پناهندگی این روزنامه‌نگار جواب رد داد، ولی او همان خوشبین است. دادگاه شهر مسکو روز سه‌شنبه حکم اخراج علی فیروز را باز داشت. هفته گذشته دادگاه بسمنی مسکو برای نقض قاعده‌های مهاجرت قرار خود را درباره اخراج شهروند ازبکستان و روزنامه‌نگار نشریه نووای گازتا صادر کرد. وکیل مدافع او به دادگاه حقوق بشری اروپا مراجعت کرد. علی فیروز از آن نگران است که اگر به وطن برگردد او را با همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم می‌کنند. دادگاه اروپایی تا اعلان حکم خود اخراج علی فیروز را از روسیه منع نمود. دادگستر اولگا پانکووا قرار کرد که در مدت بررسی شکایت روزنامه‌نگار در مرکز پناهجویان نگهداری شود. وکیل دفاعی علی فیروز که نام اصلیش خدابردی نورماتوف است از این حکم اظهار قناعتمندی می‌کند. با گفته او ممکن است بررسی پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا تا 2 سال ادامه کند. حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی شود. این خیلی خوب است. علی فیروز در آلتای باوای رسیده است و مادرش شهروند روسیه می باشد. او سالهای زیاد در ازبکستان زندگی کرده، بعداً به روسیه برگشت و بارها درخواست پناهندگی نمود. با گفته روزنامه‌نگار در وطنش او را به همکاری با خدمات مخصوص مجبور کردند. 1 август فیروز را که شناسنامه نداشت در مسکو بازداشت کردند. او میگوید شناسنامه‌اش را سال 2012 دزدیدند و برای گرفتن سند نو او باید به سفارت ازبکستان مراجعت میکرد. با گفته وکیل دفاع بعد از قرار اخراج دادگاه بسمنی شهر مسکو روزنامه‌نگار تلاش خودکشی کرد. شام روز سه‌شنبه زمین لرزه شدید ولایت سیچوان را در جنوب و غرب چین تکان داد. با نوشته رسانه‌های محلی در پی این زمین لرزه 9 نفر جان باخته، 164 تن دیگر جراحت برداشتند. وضع بیشتری آنها وخیم ارزیابی می شود. مقامات کشور میگویند مرکزی زمین لرزه در یک ناحیه دوردسته بوده است که اکثریت اهالیش تیبتی ها می باشند. جنبش زمین بیشتر از همه در باغ ملی سیوجایگو احساس شده است که منطقه سیاحی به حساب می رود. بیش از 30,000 نفر استراحت کنندگان از محل زمین لرزه بیرون آورده شدند. زلزله سنجان چین شدت زمین جنبی را 7 درجه اما خدمات گیولوژی آمریکایی 6.5 درجه حساب کردند. یک اختراعکار چخ مسافربر خرد را به اتوبوس شناور تبدیل داده است و باور دارد که اختراعات او برای سیاحان جالب بوده در بخش جهانگردی امکانیت‌های زیادی را فراهم می‌آورد. اگر می‌خواهید ببینید که چگونه مسافربر خشکیگرد در آب هم شنا می‌کند، گزارش نوبتی ما را تماشا کنید. سیاحانی که به جمهوری چخ می‌آیند تلاش می‌نمایند پایتخت آن شهر پراگ را از هر زاویه تماشا کنند. آنها برای گشت و گذار در پایتخت چخیا از اتوبوس و کشتی استفاده می‌برند. اختراعکار رابرت شوبیک تصمیم گرفت که کار شرکت‌های سیاحی را آسان‌تر کند. او مسافربر مرسدس اسپرینتر را با اتوبوس شناور تبدیل داد. این ماشین می‌تواند آزادانه در راه سفر کند و همین گونه در دریا هم شنا نماید. اداره کنی این اتوبوس از راندن کشتی محرکدار مشکل تر نیست. یگانه فرقیتش این است که باید به مثل ماشین سرعتش را پخش کرد و برای به حرکت در آوردن رولش را تاب داد. اتوبوس شناور برای 12 نفر پیش بینی شده است. به نقل رابرت شوبیک او از سال 2008 به موجودات آبی و خشکیگرد توجه داشت. ایده به اتوبوس آبی تبدیل دادن مسافربر خرد سال گذشته به سرش آمد. برای عملی کردن اختراع 8000 ساعت لازم شد. حالا شرکت او تصمیم دارد استحصال بیشتری چنین اتوبوس‌ها را برای شرکت‌های سیاحی بر راه ماند. در آینده شوبیک می‌خواهد خانه‌های چرخدار بسازد و اختراعات آبی و خشکیگردش را برای نجات دهندگان مطابق نماید. اینجا برنامه ما پایان یافت. خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.